بعدی خطکی که با شیناندن تیار کردیم نوری های فسفوری کالگی زدن در کار که در یک سوتیق از 2 تا 3 کیلوگرم. این همین ترس قطعی چوشیدن در کار. بعد از این کارتوشکره شیناندن در کار بهتر خوبترش همونه که همین کرچکه اگر 30 تا 60 گرم باشه ساعت شنونی. ساعت شنونی بسیار کسلی های ضرررسان حشرات ها ایمی میمونه. وقتی که اگر بریده کوریده البته به طرز درازی کرچکه بریدن در کاره البته خاکستر ده یا که داروهای هستن برای بی‌ضرر کردن تمتیدی دیگه چی تر کردن در کاره بی‌ضرر کردن در کاره. وقتی که اگر شما کرچکه را صحت میکنه باید بین نهالای کرچکه که صحت میکنه 25 نه کمتر از 25 سانتی متر شنونده شود. اگر رفت کرچکه را بریده کوریده همه حجم بریدگی شما باید از 30 گرم کم نباشه. بین شیناندن کرچکه بریدگی شما نه کمتر از 2-3 نیش داشته باشه. از 20 سانتی متر تا 18 سانتی متر باید بین نهال ها باشه. بین قطار ها باشه 70. یک خیلی جاهای هست که ای حساب عمومی تنقیسی میکشن کمی تا 60 هم کنن بین قطارها را زلال نداره. البته پیش ای کوریدن کرچکه نوری های فسفوری خیلی که نشان دادن لازمه. در یک گیتار ای 200 تا 300 کیلو در یک سوتیق ای 2 تا 3 کیلو پیش ای کرچکه شنوندن اگر تیم نوری های فسفوری به حد فایده خوب و بهتر داره. بعد شیناندن کرچکه ما باید در بالای کرچکه 6-8 سانتی متر خاک شوندن در کاره. بعد خاک گردوندن هم پرو چوشی فایده کلان داره. چون که اگر فسفر تو کلی داشته باشه نیترامفوس که ما تیم وقتی که سفید ریشو پیدا میشه از این غذا ای فسفر کلی بهتر خوبتر استفاده میبرد و سالم هم حاصل نوکی زیاد میشه. همین دیگه هر خیل کسلی ها ایمی میمونه. فایدهش کلانه. پروب هم اینچنین پروبای پوسیدگی استفاده برن. بعد از شنوندن کرچکه اگر رفت سردی ها ای پیش آمدنی باشه این فایده داره که کرچکه را ای سردی ها ای سفالک زدن زمین که شمال میداره تا وقت کار کردی کارتوش که بین قطارها همون فایده میرساند. یعنی ایمی نگه میدارد هم سالی میشد هم حاصل خوب به دست میاره.